همداران عزیز 3 آگوست سال 2023 قرار داریم در دهه چهارباغ ناحیه ورزاب. این یک مرتبه من این درخت پیسته رو نشان دادگی بودم به شما. حاضر نشون میدم که در کدام درجه آمده است. الکی من از سرخ شده است، رنگ گرفته است، پوستلاخش یعنی پخته شده است. این پیسته بسیار دارد. این پیسته بسیار بستگی. اینا اکمون میگن که هر سال بسیار میبست. هر سال بسیار میبند. اکا جان همین خونه اکندم. انا نام نمیدونم. کامل جان. اکا کامل جان همین تقریبا این پیسته تون چند ساله شد؟ تقریبا یک 14 سال زیاد. 14 سال زیاد شد. من همین طرفش بستگی نیست. برای چی اکا کامل جان؟ فکر شما سال گذشته بسته بود؟ بله سال گذشته سر با خوب غرق حاصل بود. این به حضور 10 کیلومتر بنده؟ میبنده. به حضور 10 کیلومتر بنده. همداران عزیز من این پیسته گوجوگی است اکا؟ پیسته ایرانی است. پیسته ایرانی بود است و من حاضر همجاش یک خوشهای پختگی دیدم. نوارو باز میدارم و هوا میچینم در پیش شما میبینم که هوا پختگی باشد یا نه. اون سرخ با رنگ پختگی است. ببینید خود پیسته ببینید چقدر درخت کلان است. یک طرفش نبسته است این سال یک طرفش بستگی. درخت نارینش نداره؟ داره. در کجای؟ بالاتر. فکر شما هوا همونجا میبیاد بردار کنی؟ انا حاضر ما اینو باز میدارم. همداران عزیز من ببینید من چیندم از همین پیسته که در پشت ماست من نوار کرده استفاده بودم. بیا اینجا نزدیکتر بیا. من چیندم من پوستش الکی جدا شده است یعنی که با پختن شروع کرده است. بیا مالال پوستش جدا شده است. این پیسته ایرانی بوده است. انا که ما پیسته ای که از قشلاق چهارمغزکان چیندیم مقایسه میکنیم کدامش بهتر است. همداران عزیز پیسته که ما از چهارمغزکان چیندیم انا این بهتر است. کلان است. این پیسته رو تاجیکی گفتن یعنی که سلکسی تاجیکی بوده است. این نو برآوردگان حرکت میکنیم پیسته ترکی کنیم و از این پیسته بسیارتر کنیم. از این پیسته بسیار کنیم. اینو ببینید روانوکی ندیدید؟ روانوکی نظر به اکنون خواهی بینیم که روانوکی مازش هم با تو فهمیدن. اکنون مازش هم فهمیدن در کار. پیسته که در چهارمغزکان چیندیم 2 مرتبه از پیسته ایرانی کلان است. ها پیسته ایرانی این پیسته ایرانی سورتی کلونش نبوده است. سورتی مایده ترش بوده است. نو این مایدهش بوده است یا نمودی مایدهش بوده است. این کدام نموده است کدام نو است نمیدونم. ایرانی مایدهش بوده است. لیکن من این از دهه چهارمغزکان چیندگی مون ببینید حرارتش پخته شده است. من این انا در نظرش مونم 2 مرتبه کلان من ببینید کلان. همداران عزیز ببینید که در دهه چهارباغ من اینا هم کشودش دیدید پخته رسیده است. اینا کشودش دیدم. حاضر من یک چشم ببینم. همداران عزیز شما حتما در خانه هایتون نزد خانه هایتون مازش خیلی خوب است. نظر کدامش ضروب ده؟ نغز کدامش بهتر؟ در فکر من هر دوشم یکی این حوض تاریده نمیفهمی. بعد یا پخ شد فکر من بعد میفهمید گفتید ها؟ نه بعد 100 گرم زیادتر خرید بعد میفهمید نه که مازش. انا همداران عزیز یک مرتبه نشون که اومده که برو نشون نه خیلی همداران عزیز من نشون میکنم با شما پیسته بستگی پیسته رو بینید. خوشه انگور برین. حتما شما با پیسته پروری شروع کنید. اینو ببینید در کجا است. من این یک بیتون کانال میرود در بالاش یک جایی که نه درخت میروید نه اینجا پیسته رویده ایستاده است. در یک جر پیسته رویده ایستاده است. همداران عزیز من 2 هفته پس ترکیه میرم نصیب باشد خدا خواهد. تلفنی من 90 900 00 44 89 کدام میخواد پیسته پروری مشغول شود مراجعت کند. من محض برای نهال پیسته میروم. شرط ما بندی که پیسته بیارم نهالش پیشکی مصلحت کنید. با پیشکی اگر کدام پولی تاد ممکن با سودا کنیم میگم ارزان شود چون که اگر بیارد اینجا ترک بیارد اگر از پول خودش البته قیمت میفروشد. پیشکی پول بردیم ارزان میگیریم. کدام میخواد پیسته پروری کند با من در تماس براید. من نمره رقم تلفنم رو مینویسم. شما حتما با من تماس براید. حاضر با یک پیسته دیگه هست در یک خونه گفتن اونجا هم میریم در همین قشلاق. رحمت و دقتتون.